سرخط خبرها. امشب 28 دی ماه برابر با شب جمعه ساعت نمیدونم چند با کمبود شدید آبنار و دوغ آولی مواجه شدیم. در ساعات نزدیک عده‌ای تگری زدن و به کماه رفتن و شنبه عصر به هوش میان. طبق آماردهی مخابرات بیشترین پیامی که رد به در شده کلمه دوستشان بیار برار بوده. شبهای جمعه به جای دستها بیشتر پاها رو به آسمان است. بعضا در اکثر نقاط کشور صدای عجیبی شنیده می شود که می گوید ای مال کیه؟ ای مال کیه؟ محسن های صدای سیمای این سای فعلا بای. تا اخباری دیگر خدا نگهدار.